سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پیشنهاد به امام علی رحمان باز یک عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. امریکا سفیر ضعیفش را در تاجیکستان عوض میکند. عضو سابق تیم تاجیکستان زلمخان یوسفوف را در داغستان لطکوب کردند. فوتبالباز تاجیک محمد سلطانوف بهترین بازیگر لیگ یکم فوتبال روسیه شد. رحیم غرمی باز به یک هنرپیشه تاجیک خانه توفه کرد. ستاره آوازه‌دار گروه لاسکوی مای یوری شتونوف در سن 48 از دنیا رفت. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 22 میون سال 2022 اشتراک کنندگان انجمن علمی و عملی جمهوریوی که تحت عنوان تجربه صلح تاجیکان و مسئله های تامین ثبات سیاسی در جهان معاصر که در دانشگاه دولتی خوجند دایر شد، در مراجعتنامه خود خواستند تا به مناسبت 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی که امام علی رحمان را به قدرت رساند به پرزیدنت کنونی تاجیکستان عنوان دوم قهرمان تاجیکستان بدهند. امام علی رحمان در پایان سالهای 90 برای نقطه گذاشتن به جنگ شهروندی علیه یک دفعه عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورده بود. عنوان قهرمان تاجیکستان عنوان عالی دولتی جمهوری تاجیکستان به شما رفته برای خدمت‌های شایسته در نزد دولت و خلق به شهروندان داده می شود که برای آزادی، استقلال و رشد جمهوری تاجیکستان قهرمانی حربی و کاری نشان دادند. تا امروز 6 نفر صدرالدین عینی، شیرینشاه شاه تیمور، میرزا ترسنزاده، باباجان غفوروف، نصرت الله مخصوم و امام علی رحمان سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان شدند. پیشنهاد به امام علی رحمان دادن عنوان دوم قهرمان تاجیکستان چند سال باز صدا می‌دهد. از جمله بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون پیشنهاد شده بود که به امام علی رحمان عنوان دوم قهرمان داده هیکلش را در دوشنبه و روغون بسازند. امام علی رحمان که ماه اکتبر سال جاری به سن 70 میرسد و از ماه نوامبر سال 1992 اینک قریب 30 سال باز به تاجیکستان رهبری میکند. سال 2016 با قبول یک قانون ویژه او را پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت ملی اعلام کرده برای حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش را به پرزیدنتی دادند. طرفدارانش بر اینند که امام علی رحمان دولتداری تاجیکان را بعد 1000 سال برقرار کرده به جنگ خونین شهروندی نقطه گذاشت و تاجیکستان در عهد او به پیشرفت‌های بی‌نظیر نائل شد. طرفدارانش معتقدند که امام علی رحمان سزاوار هر نوع تحسین و توصیف و ارجگذاری است، ولی منتقدان امام علی رحمان را برای بنیاد یک نظام خودکامه مبنی به پرستش شخصی او تنقید می‌کنند و میگویند تاجیکستان در عهد او به فقیرترین کشور شوروی سابق تبدیل یافت که نظام رهبریش سراسر فساد زده بود. منصب‌های مهم دولتی و تجارت‌های مهم را خویش و تبار پرزیدنت بین خود تقسیم کردند و مردم اساساً از حساب مردکاری در روسیه روز میبرد. پایمال شدن آزادی‌های دموکراتی و تا حال در تاجیکستان دایر نشدن یگان انتخابات جوابگوی معیارهای حداقل دموکراتی از دیگر مایه‌های تنقید مخالفان از نتیجه‌های 30 سال حکومت امام علی رحمان است. کاخ سفید روز 22 ایون سال 2022 خبر داد که پرزیدنت امریکا جو بایدن مانوئل میکلر خوردی را به مقام سفیر فوق‌العاده و مختار کشورش در تاجیکستان پیشبری میکند. در صورت تصدیق نامزدیش در کنگره، مانوئل میکلر که با زبانهای روسی و تاجیکی نیز بلد بوده است، در دوشنبه جان مارک پامرشایم را که از اول سال 2019 سفیر امریکا در تاجیکستان بود عوض خواهد کرد. پامرشایم را ضعیف‌ترین سفیر امریکا در دوشنبه در طول 30 سال روابط دیپلماتی امریکا و تاجیکستان میشمارند. به عقیده منتقدان پامرشایم دیپلمات اراده‌اش خیلی سست برآمد و او را در دوشنبه کسی جدی نمیگرفت. مقامات تاجیکستان سفیر امریکا را به بسیاری از شورابینی‌های مهم دعوت نمی‌کردند و در بین کورپوس دیپلماتی کشورهای غرب هم به فرق از سفیران قبلی امریکا پامرشایم نتوانست موقع لیدری کسب کند و تشبس‌های مشترک در میان گذارد. به گفته فعالان در دوره پامرشایم سفارت امریکا به پیشبرد ارزش‌های عمومی بشری و دموکراتی خیلی عقب نشینی کرد. پامرشایم مسائل همکاری با نهادهای امنیتی تاجیکستان را در مد اول گذاشته، حتی در عرصه‌های چون حقوق انسان و آزادی مطبوعات قفا مانده بود. برای مثال به جای پشتیبانی رسانه‌های در واقع مستقل در دوره پامرشایم سفارت امریکا به پشتیبانی سامانه‌های غیر سیاسی از جمله به مبلغ گذاری سامانه‌های مربوط به نویدهای
شو بیزنس ترجیح میداد. کارمند یک مؤسسه بین المللی در دوشنبه میگوید پامیرشایب آدمی ضعیف بود و همه این را زود فهمیدند. طرحهای جسورانه‌ای که برای سفارت از جانب مقامات تاجیکستان درد سر آفریده می توانستند از جانب او رد کرده میشد. در نتیجه سفارت در عهد پامیرشایب به خلطه پول برای مبلغ گذاری نهادهای امنیتی تاجیکستان تبدیل یافت. حامیان حقوق، فعالان جامعه شهروندی دیگر به سفارت پامیرشایب امید بستن نمی توانستند. فعالان از جمله تاکید میکنند که سفارت امریکا تا حال به حمایت از ژورنالیستان حبس شده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی اظهاراتی نداده است. به بالای این روز 15 میلیون در روزی که دو ژورنالیست را دستگیر کردند، پامیرشایب در ملاقات روبرو با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اشتراک داشت و می توانست مسئله دلیر و عبدالله را هم مطرح کند، ولی نکرد. مانوئل میکلر خوردی کارمند سابقه دار دیپلمات امریکا بوده، فعلا در مقام معاون سفیر امریکا در کاتماندو کار میکند. او از آن قبل معاون سفیر و کاردار سفارت امریکا در اولانباتور مغولستان بود. میکلر همچنین در سفارت امریکا در دوشنبه سردار بخش اقتصادی و سیاسی بوده. در سفارت امریکا در مراکش هم کار کرده است. مانوئل میکلر درجه بکالوری را در دانشگاه جان هاپکینز و درجه ماجستری را در امور اداره تجارتی در دانشگاه جورج واشنگتن به دست آورده. در دانشگاه ملی مدافع نیز تحصیل کرده است. او چند زبان خارجی از جمله روسی و تاجیکی را میداند. امریکا در 30 سال روابط دیپلماتیش به تاجیکستان به مبلغ قریب 2 میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض رسانیده است و یکی از بزرگترین دونورهای تاجیکستان به شمار می رود. زلمخان یوسپوف عضو سابق تیم ملی تاجیکستان اوید به گشتین طرز آزاد را که حالا رزمنده MMA است در داغستان بسیاری شده لطکوب کردند. در ویدیوی نشر شده دیده می شود که اول یک مرد زلمخان را به سرش می زند و سپس به لطکوب او چند نفر دیگر همراه شده ورزشگر را از پای می افتونند، ولی همچنان به لطکوبش ادامه می دهند. در بین حملگران یک مرد مسلح با پیستولت هم دیده می شود که با این سلاح به سر زلمخان یوسپوف چند بار ضربه می زند. ویدیو در لحظه تمام می شود که مردم دیگر دویده آمده طرفهای درگیر را خلاص می کنند و زلمخان یوسپوف با سر و روی خونشار از روی فرش به پای راست می شود. بنا به اطلاع خبرگزاری ریا نووستی، سبب لطکوب مناقشه زلمخان یوسپوف با رزمنده سابق UFC حدیث ابراهیموف در یکی از مسابقه‌های MMA شده است. زلمخان یوسپوف 38 سال دارد. این زاده جمهوری داغستان روسیه قبل از آمدنش به میدان جنگ‌های بدون قاعده MMA یک گشتینگیر مشهور سطح بین المللی بود. از بس که به تیم ملی روسیه راه یافته نتوانست، زلمخان در مسابقه‌های بین المللی اوید به گشتین طرز آزاد از تاجیکستان نمایندگی میکرد و تحت پرچم تاجیکستان از جمله سال 2012 در المپیاد لندن اشتراک کرده. در دور اول آلان گاگویف از روسیه را شکست داد، ولی در دور دوم از نماینده کانادا اسلان ورناس مغلوب شد. زلمخان یوسپوف سال 2014 به نمایندگی از تاجیکستان در چمپیونات جهان جای پنجم را گرفت و سال 2015 در چمپیونات آسیا صاحب مدال نقره شد، ولی او را به استفاده دوپینگ ایبدار کرده از مدال نقره محروم و برای 4 سال از حق اشتراک در مسابقه های گشتین محروم کردند. سالهای آخر او به جنگ‌های بدون قاعده رو آورد. زلمخان یوسپوف در MMA 17 پیروزی و 9 شکست داشته. به اور امسال 2 نبردش را الکی در دور اول برد. گلبهور غفورова شیرینکار شناخته تاجیک که چند پیش در برنامه نوگفته و در کانال ارزو ایسوف از تا حال بیخونه بودنش شکایت کرده بود، روز 22 ایون در یک پیام نو که نیز از طریق کانال ارزو ایسوف نشر شد خبر داد که مشکل بیخونگیش بالاخره و با صورت معجزه‌وار حل شد، چون که صاحبکار معروف دست به خیر رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی برایش خونه توفه کرده است. در یک هفته اخیر گلبهور غفورova الکی دومین هنرپیشه تاجیک است که رحیم غرمی صاحب خانه میکند. روز 15 میلیون بختیار رحیموف معروف به غریبشاه اساسگزار استودیوی غریبشاه کمپانیا هم خبر داد که رحیم غرمی برای او به 60,000 دلار خانه خریده است. گلبهور غفورova که اساساً توسط استودیوی خندین کمان شهرت یافته است در این پیامش گفت اگر گویم که من امروز خرسندترین آدم در روی تمام جهانم خطا نمی کنم، چون که مشکل بیخونگی من بعد 25 سال عذاب و مشقتش پشت سر شد. تشکر برای مهاجران برای دستگیریشان. محض دعاهای شما، دعاهای پدر و مادرم که می گفتند الهی خانه دار شوی سبب شد و کار من حل شد. وقتی در حسابم بعد مراجعت به مردم 11,000 جمع شد که من با اون خانه خریدن نتوانستم، من کمی زیق شدم. ولی رحیم غرمی این صاحبکار در حقیقت آبادکار و وطن دوست که دست کمکش به همه میرسد، بعد همگی یک تماس تلفنی به من گفت که
زیق نشوید ابا جان. مشکل شما حل شد. شما الکی صاحب خانه هستید. باورم نیامده گشته پرسیدم که اگر همین خیل می شود. گفت تمام بعد 2 روز صاحب خانه می شود و همین خیلم شد. گلبهور غفور و وقت این خبر رو گفت به اختیار از چشمانش اشک جاری شد و این باره این اشک شادی بود. شادی از صاحب خانه شدن بعد 25 سال بیخانگی. خداوند همه بیخانگان را صاحب خانه گرداند. طور قبلا خبر داده بودیم همگی 1 روز بعد مراجعت شیرینکار شناخته تاجیک بختیار رحیموف معروف به غریبشو از بیخانگی شکایت کرد. صاحبکار معروف دست بخیر رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی مشکل این هنرمند را حل کرده است. در پیام نو که روز 15 میلیون بازم در کانال ارزو اسوف نشر شد، غریبشو اعلان کرد که مشکل 30 ساله من در بین همگی 1 روز به طور معجزوی حل شد با شرافت دوست و برادران دست بخیر ما رحیم غرمی. غریبشو گفت بعد تمام شدن تهیه اسناد در روزهای نزدیک ویدیوی مراسم کلیدسپاری را از یک طربخانه مشهور به نمایش خواهد گذاشت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. حاجی عین‌الدین گدازاده ادیب و روزنامه‌نگار شناخته مقیم ناحیه تیمور ملیک و پدر رئیس شبکه تلویزیونی تاجیکستان حاجی سمرالدین عین‌الدین شب 22 و 23 ایون سال 2022 در سن 76 از عالم چشم پوشید. مراسم وداع و نماز جنازه حاجی عین‌الدین صبح 23 ایون در شهرک بهمنرود ناحیه تیمور ملیک ولایت ختلان برگزار شده است. حاجی عین‌الدین همگی 5 روز بعد نشر آخرین کتابش قاموسنامه کون عین ترک این دنیا کرد. قاموسنامه کون عین جلد دوم قاموس ناحیه تیمور ملیک است که جلد اولش با نام قاموسنامه عین سال 2011 چاپ شده بود. عین‌الدین گدازاده 19 ایون سال 1946 در دهه اسنبگی ناحیه سوویت حالا تیمور ملیک تولد شده. سال 1976 فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 1987 تکنیکوم کشاورزی ناحیه کمونیست حالا باختر رو ختم کرده است. فعالیت مهنتی را در روزنامه نواباد ناحیه دنغره از سال 1963 1966 آغاز نموده. در مکتب میانه رقم 4 ناحیه سوویت، گازیته برای کمونیسم، رادیو ناحیه سوویت، روزنامه برای کمونیسم ناحیه سوویت، کمیته اتفاق کسبه سفخوز 50 سالگی تاجیکستان ناحیه سوویت کار کرده است. وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سوویت دعوت نو جماعت دیهات وطن و تنابچه انتخاب شده است. از سال 1994 تا ینور 2011 مدیر شعبه فوند نفقه حالا اگنتی دولتی سغورته اجتماعی و نفقه بوده است. از سال 1976 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و از سال 2012 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. عین‌الدین گدازاده سال 2004 صاحب نشان اعلوچه مطبوعات و سال 2007 صاحب نشان اعلوچه فرهنگ شده. سال 2012 جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی و سال 2013 جایزه به نام ناصر خسرو را به دست آورده است. او همچنین رهبر مرکز فرهنگ فطرت بود که اهل فرهنگ و اهل قلم ناحیه تیمور ملیک و اطراف آن را گرد آورده بود. عین‌الدین گدازاده از خود چندین کتاب بدیعی و تاریخی و پوبلیسیستی به مثل در سوئیل سرخاب، سپهر 70، در دل و دیده مردم، سپر گندم سپهر، حبیب خدا، قاموسنامه عین، قاموسنامه کون عین به یادگار گذاشت. فوتبالباز تاجیک محمد سلطانوف بر اساس پرسش نظر مربیان و کاپیتان‌های دسته‌های FNL یا لیگ ملی فوتبال بهترین بازیگر موسم گذشته در این لیگ که بعد PFL یا لیگ اولی لیگ یکم فوتبال روسیه دانسته می شود اعلان شد. خدمات مطبوعات FNL خبر داد که اسم بهترین ها را روز 22 ایون در جلسه ریاست این لیگ اعلان کردند. در موسم اخیر سالهای 2021 و 2022 در FNL 3 جای اول را ترپید مسکو، فاکل ورونژ و ارنبورگ به دست آورده به لیگ اولی PFL راحت گرفتند. امسال لیگ اولی را 3 دسته ارسنال تولا، روبین قزان و اوفا ترک کردند. بر اساس نتیجه های پرسش نظر کاپیتان ها و مربیان، محمد سلطانوف نیم حمایتگر دسته غالب امساله مسابقه FNL ترپید مسکو بهترین بازیگر و الگ واسیلینک سرمربی فاکل بهترین مربی سال اعلان شدند. FNL در شرح این تصمیمش گفت محمد سلطانوف با 15 گل و 12 اسیست بهترین اسیستنت این لیگ شده به ترپیدو کمک کرد که غالب مسابقه امساله شده راحت مستقیم به لیگ اولی را
به دست بیاورد و سیلین که باشد توانست برای فاکل با 47 امتیاز جای دوم را در جدول تخمین کند و نوئل شود که این دسته بعد 21 سال به لیگ اولی برگردد. ویتالی بوتنر از ترپیده بهترین دروازه‌بان، ارتیوم میشانینوف از بالتیکا بهترین حمایتگر، الکساندر زوتوف از اینیسی بهترین حمایتگر و ماکسیم ماکسیموف از فاکل بهترین هجوم کننده سال اعلام شدند. ماکسیم ماکسیموف با 22 گل بهترین نشانزن مسابقه امسال هم شد. FNL همچنین جوئل فامیرو از دسته ارنبورگ بهترین لیگانر یعنی فوتبال باز خارجی سال، ولادیمیر شیتوف را از سپارتاک 2 بهترین فوتبال باز جوان و اندری اکلادنیکوف را از اینیسی کشفیات سال عنوان کرد. محمد سلطانوف 29 سال دارد. او 22 دکامبر سال 1992 در نویه یووان در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده. سال 2002 وقتی که همگی 10 سال داشت همراه اویلش به شهر کامینکی ولایت پنزه روسیه کوچیده است. محمد در پنزه به مشق فوتبال سر کرده و سال 2007 الکی در سن 14 به هیئت دسته آوازه‌دار چسکا مسکو پیوست. او 4 سال در این دسته بازی کرده، سپس سالهای 2012 2013 در هیئت جوانان لگامتیو مسکو بازی کرد. محمد سلطانوف سالهای بعد در هیئت دسته‌های روسی سپارتاک نالچیک، توسنو، شینیک، روتور، نیژنی نوفگورود بازی کرده. سال 2021 با دسته در وقت شورتیار ترپیدو مسکو قرارداد 2 ساله بست و امسال امرو با ترپیدو به لیگ اولی فوتبال روسیه برآمد. همسر محمد سلطانوف کریستینا سلطانووا می باشد. آنها در دوران کودکی در شهر کامینکا شنو شده 3 آگوست سال 2016 ازدواج کردند. چند سال پیش وقتی که محمد سلطانوف در هیئت روتور هنرنمایی میکرد، نامش برای یک رفتار جوانمردانه ورد زبان شد. پیش از آغاز بازی که باران مثل اساتیل به بالای مردم میریخت، محمد فوتبال کش را مثل چتر بالای سر دخترک کشید که فوتبال بازان را در مرکز میدان راهنمایی میکردند. بانک ملی تاجیکستان روز 23 ایون قرب رسمی دلار آمریکایی را 10 سامانی و 58 درم، قرب یورو واحد یگانه پول کشورهای اروپا 11 سامانی و 17 درم و قرب 1000 روبل روسی را 177 سامانی و 50 درم مقرر کرده است، در حالی که قرب روبل یک کمی بالاتر رفته است. قرب دلار و یورو اینک چند ماه باز به طور بیست پایین رفته ایستاده است. قرب دلار روز 17 میلیون از مرز 11 سامانی پایینتر رفته، در بین یک هفته باز قریب نیم سامانی دیگر قرب خود را از دست داد. در بازارهای سیاه تاجیکستان نیز قرب دلار خیلی پایین رفته است و حالا یک دلار را صرافان پنانکور 10 سامانی خریده 10 سامانی و 20 درم و یا تا 10 سامانی و 30 درم میفروشند، ولی در بانک‌های رسمی تاجیکستان دیگر برای دلار کسی حتی 10 سامانی نمیدهد. اسخات و همو روز 23 ایون دلار را با نرخ همگی 9 سامانی و 70 درم میخریدند. اسخات برای 1 یورو 10 سامانی و 3 درم و همو همگی 10 سامانی. 1000 روبل در همو 177 سامانی و 20 درم و در اسخات 177 سامانی و 50 درم نرخ داشته است. ایمون اینترنشنال و سپیتامین بانک 1 دلار را 9 سامانی و 6 درم، 1 یورو را 10 سامانی و 2 درم، ولی 1000 روبل را همگی 160 سامانی میخرند. اوریون بانک برای 1 دلار 9 سامانی، برای 1 یورو 10 سامانی و برای 1000 روبل به مشتریانش 170 سامانی پیشنهاد میکند. قرب دلار و یورو در اول بهار سال جاری در پی افت به شدت قرب روبل خیلی بالا رفته، بالاروی به شدت نرخ و نوای محصولات را به همراه داشت. اکثر تاجران آن وقت محض افزایش قرب دلار را سبب بالا بردن نرخ مینامیدند. ساکنان امیدوار بودند که با افت قرب دلار که اینک 2 ماه باز ادامه دارد، نرخ‌ها نیز به قول معروف به افاقه می‌آید و رو به پایین می‌آورند، ولی تا کنون پایین روی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان مشاهده نمی‌شود. روز 23 ایون سال 2022 یکی از ستاره‌های استراد معاصر روسیه، آوازخوان گروهی در وقتش آوازه‌دار لاسک و مای یوری شاتونوف در سن همگی 48 بر اثر سکته قلب از عالم چشم پوشید. خبر داد سخنگوی این هنرمند ارکاد کودریاشوف. یوری شاتونوف سال 1973 در جمهوری باشکردستان به دنیا آمده. 12 سال داشت که از مادر محروم شد و در یتیمخانه ارنبورگ به وی رسید. در همان 12 سالگیش آهنگساز سرگئی کوزنتسوف از حساب تربیت گیرندگان یتیمخانه ارنبورگ گروه لاسک و مای را سازمان داد و یوری شاتونوف خیلی زود در پی اجرای ترانه‌های بیلی روزی و صدای نوچ به یکی از ستاره‌های رده اول آن دوران در اتحاد شوروی تبدیل یافته. این دو ترانه را تا کنون یکی از پرطرفدارترین ترانه‌های سال‌های 80 در پهنای اتحاد شوروی نام میبرند، ولی شهرت لاسک و مای که اداره امورش در دست اندری ریازن افتاده بود دیر دوام نکرد
و سال 1991 این گروه پراکنده شد. یوری شاتونوف اون وقت به آلمان کوچید، ولی در ابتدای سالهای 2000 باز به روسیه برگشت و چندین بار تلاش کرد که فعالیت آوازخوانیش را از سر بگیرد. اندری ریاضی نیز در این سالها چندین بار کوشش کرد تا لاسک و مای را در هیئت قدیمش احیا کرده دیگر باره به قله شهرت برگرداند، ولی الکی زبانه دیگر شده بود و آهنگ و ترانه‌های دیگر و چهره‌های دیگر می‌خواست. یوری شاتونوف باشد همچون آوازخوان گروه آوازدار لاسک و مای و مؤلف شاکاری‌های بیلی روزی و صدای نوچ مول تاریخ استراد سالهای 80 شد و به همین حیث با همون صورت دوره نورسیش در تاریخ ماند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.